الله در همین روز جمعه همتون نگهبان باشد. دیروز همین نوار که 1 مینوتش در اینستاگرام پرتوفتم، باور کنید 3 نفر یا 4 نفر لایک موندن. یگان نوار یگان رقاصه باشد یا یگان نوار یک وحشی باشن، هم 4 تا 5 تا هستن یوتیوبر میگیرن پدلیس میکنن، چق چق و پق پق و همون چیزا رو میگن پدلیس میکنن، تمام اینستاگرام پر شدگی. یک نواری که همین خیر است، یک نواری که به خاطر روز قیامت، به خاطر هر کس خیر میکنه، به خاطر خودش میکنه. هر خیل گپ نزنید، همه جا با پرابلم هست. نه که باید ما فکر یک دیگر کنیم، فکر آبادی کنیم، فکر آبادی یک هموطن، فکر آبادی وطن، فکر آبادی همسایه ما کنیم، آباد میشیم. وقتی ما سیر و همسایه ما گوشنا، این تغییر نمیگیرد در مسلمانی، در فرهنگ تاجیکی. مقصد در درون بچه‌مون یک تمیشوی مسوز بود که همه هم عیب شید. همه قگودک ها مقصد گیش نموندن، به چیز موندن. پیش یگان کس نگفتم. امروز گودک هم کسر شد، مجبور شدم ای همه تون مقصد طلب کنم، در همه جا پرتاینم. آدم تا مجبور نمیشده نمیکده. نمیدونم دیگه چی بگم که از او رحمت کلام که در فکر ما هم هستی. او میبروره چر گرفته از زورم نمیرسه. اینا مقصد خونه و دارم، اینا پتلوکو خانیجه خونه چه دارم، او قلچی هم نیسته. اینا خونه اوجا بانیه خونه چه مایده که بانیه چه مایده که اینا خونه، اینا پتلوکوش، اینا می خونه ما. چی میکنی؟ مدو شو معیب شی در دروش نمی اسوزی بود که نمایب شی داخل ما هم چکنو همی قگودکم گیشنه و تشنه بود. دیگه که ما سلمه هم داخته بدو ای پشتی گیشنگی و تشنگی این ای پشتی فرزانده مجبور شدم میگه خوابش کنه. خانم فامیل خودم میرزای و استورا سایوالی نه میرزای و استورا چون خانم فامیل خودم میرزای و استورا. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز، امیدوارم که تن صحت و خانواده باشید. هموطنان عزیز، خیلی که نوار رو تماشا کرده آمدید. یک خواهر ما و شما از در بالینسه قرار دارد با همراه فرزندش. همه ما خوب میدونیم که به پول دارو گرفتن نمیشد، به پول یگان خیلی مغز گرفتن نمیشد. 4 فرزندی همین چه الرژی دارن که در تمام بدنشون یره برآمدگی. شوهرش در مسافرت بیمار شده رفته که چشمش میگن اپراتسیون کرده، چشمش کفیدگی از چشمش. برادر عزیز، الله در همین روز جمعه همتون نگهبان باشد. دیروز همین نوار که 1 مینوتش در اینستاگرام پرتوفتم، باور کنید 3 نفر یا 4 نفر لایک موندن. یگان نوار یگان رقاصه باشد یا یگان نوار یک وحشی باشن، هم 4 تا 5 تا هستن یوتیوبر میگیرن پدلیس میکنن، چق چق و پق پق و همون چیزا رو میگن پدلیس میکنن، تمام اینستاگرام پر شدگی. یک نواری که همین خیر است، یک نواری که به خاطر روز قیامت، به خاطر هر کس خیر میکنه، به خاطر خودش میکنه. هر خیل گپ نزنید، همه جا با پرابلم هست. نه که باید ما فکر یک دیگر کنیم، فکر آبادی کنیم، فکر آبادی یک هموطن، فکر آبادی وطن، فکر آبادی همسایه ما کنیم، آباد میشیم. وقتی ما سیر و همسایه ما گوشنا، این تغییر نمیگیرد در مسلمانی، در فرهنگ تاجیکی. بیاید همین خواهر در همین روز سختی دستگیری کنیم، در همین روز جمعه همین خواهر خورسن کنیم. دیروز باور کنید 1 نفر پول پرتافتگی همه هم مینت نمیکنم. خودم برادر عزیز خواهر میگود که 1 نفر پول پرتافتگی تمام، یکی 400 نفر تماشا کردگی در اینستاگرام. ما چیزی که نمیفوردم لیستات میکنیم، نه که اجایی که یک تماشا کرده
بسم الله الرحمن الرحیم گفته خیر کنیم لیستاد میکنیم چیزای نودکاری میگیریم جورامو با میپرتیم اگر خیر کنیم بگو وقتی سحر کن غریبان و یتیمان رو نظر کن نظری خدا در پستی حرکت کن دلی رو نشکستی هر کی خنداند میگو یتیمی خسته رو باز یابد جنتی در بسته رو بیاید دلی همین خواهر خورسند کنیم فرزندکاش دستگیری کنیم برادر ما در مشکلی زده همیشه خبری همین برای خواهر بیمار برادر عزیز باقی در امانی علا باشید داغی وطن مادر باشید دستگیری یکدیگر باشیم خدا خود انشاءالله آباد میشیم باقی در امان علا باشید دختر رو چون نگاه میکنه سن نداشته باشی چی نداشته باشی مرا میان نگاه میکنن گوده که مرا همیان نمیتم و که روزای پشتی فرزندم که 4 تا هم خیلی 4 تاش یک تاش آوردم اند همیش سوز شوه اساسا فرزند در کره فرزند برای فرزند مادر میمیره زدم و قسمی یاردم کدام همین بچه ما خوب کده تونستم تموم دخترم داخل چیا کلخوزه بود اکن زفر التماس اکی یک دلاش کنی نمرش همه زنم بگی بره مقصد این رای پشتی گودکم میدونی وضعیتی مرا وضعیت ندارم که دیدین من خیلی مقصد بوم شما بشید هیچ وقت ما 4 تا هزاراش نخورده سیا میدونم شما مایی بشی در دروش نمی از سوزی بود که نمایی بشی داخل ما هم چی کنم